آی چقدر هوا خوبه. آی حجیم. دانیل اینجا چیکار میکنی؟ ماشین نو مبارک. جاستین چطوری؟ داشت کاری باری داشتی رو من حساب کنم. دانی حالا چرا تو خودتی؟ ما والا من حساب داشتم از یه جا رد میشدم، یه ساینایگه اینجا مالی دیگه خط و خش افتاده. اعصاب منو خود که ماشینمو خراب کرد. غمت نباشه داداش. فکر نکنم. دانیل چرا موقع سر کار گوشی دستته؟ ای بابا دوست دخترم کات کرده بودن تا فهمید وانت خریدم، تکست داده بهم بیا باز دوباره برگردی. جدی میگی کیه؟ کاتوزیانه دیگه، مگه معلوم نی؟ راست میگی حاجی، بهت پیام داده بیا برگردیم. فکر نکنم. ای بابا حاجی رفاقتو بود جوراب میده ها. برای چی؟ کاش رفاقت آهنی بود این وانت. ببر صدا تو بابا. الان میزنی